خب سلام دوستان. امروز میخوام طرز تهیه خورشت انار مسما، الانم که فصل انار تازه است، انار ترشه، میخوام براتون درست کنم، آموزشش رو براتون بذارم. امیدوارم که خوشتون بیاد. من مادر شوهرم خدا بیامرز این غذا رو درست میکرد و خیلی خوشمزه بود. ما خیلی دوست داشتیم. خدا رفتگان همه شما رو بیامرزه و اونایی هم که زنده هستن، مادر پدراشون، انشالله که سایه‌شون مستدام باشه براتون و واقعا قدرشون رو بدونین. اینا آدمای کمیابی هستن، گنج‌هایی هستن که حالا بعدها متاسفانه خیلی متوجه میشن. خب من پیازم رو اینجوری خلالی خورد میکنم، مثل آلو مسما. البته شمالیا رشتیا خوب میدونن آلو مسما چیه. اونایی که تهرانی هستن نمیدونن، باید خلالی پیازتون خورد بشه. خلالی و کاراملی باید کاملا سرخ بشه که حالا مراحلشو براتون تیکه به تیکه میذارم. امیدوارم که لذت ببرین و درست کنین و خوشتون بیاد. و ممنون میشم که قبل از اینکه آموزش رو کامل ببینین اون قلب کوچیک رو بیرنگش کنین و سابسکرایب کنین و کانال منو به دوستانتون معرفی کنین تا من بتونم براتون بیشتر تولید محتوا بذارم از ولاگ روزمرگی خونگی و بیشتر امید پیدا کنم. با لایک و کامنتتون، با سابسکرایب کردن منو خوشحال میکنین که منو به خونه هاتون دعوت میکنین. مرسی که هستین. بریم که بقیه آموزش رو بهتون نشون بدم. خب دوستای گلم، پیازم رو گذاشتم آبش کشیده بشه. وقتی آبش کشیده شد بهش یه مقدار روغن اضافه میکنم تا حالا بهتون مرحله بعدم بگم. خب دوستای گلم، پیاز من داره سرخ میشه. من اینجا یه مقدار انار ترش برداشتم. این انار رو میخوام دون کنم برای غذا. از الان آمادش کنم. ببینید اینجوری راحت انار من دون میشه. به همین منوال به اندازه‌ای که میخوام، به اندازه ذائقه خودم انار دون میکنم. اونایی که زیاد ترش دوست ندارن اصلا لزومی نداره زیاد بریزن. خب دوستای گلم، میبینین که پیاز من دیگه تقریبا، نگاه کنین چقدر اینجوری شل شده، خیلی آبش کشیده شده. ببینین آبی دیگه نداره. من الان دیگه یه مقدار بهش روغن اضافه میکنم چون میخوام پیازم خوب سرخ بشه. روغن زیاد کم استفاده نمی کنم که ته بگیره، چون اگه بخواد بوی بد بگیره خورشت من کلن بدمزه میشه. پس سعی نکنین، مخصوصا برای یه سری خورشتای مثل این مجلسی که باید پیرازتون خلالی و مجلسی بخواد در بیاد، اصلا دستتون نلرزه واسه روغن ریختن. یکم بیشتر بریزین بذارین خوب سرخ شه. بعد میتونین روغن اضافی رو بذارین برای یه غذای دیگه‌تون میتونین استفاده کنین، یا زمانی که میخواین مرغتون رو برای همین غذا سرخ کنین میتونین همین روغن رو بردارین مرغتون رو باهاش سرخ کنین. ما الان دیگه باید بریم ما مرغمون هم بذاریم سرخ بشه تا ببینیم چیه داستانش، جذاب در میاد. بریم. سلام طلا، حالت خوبه؟ آره معلومه که حالت خوبه. به به چی نردمونی داره، به خوشگله. طلا بلاه، طلا خوشگله. بپر ببینم طلا، بپر. آفرین بابا،
آفرین. طلا مامانیه. طلا خوشگله. بوده بیا مامان. جای مامان بوده بیا ماشاءالله. بوده. بپر طلا بپر. ماشاءالله. آفرین. حرف گوش کنه. بپر طلا بپر. خب داری چیکار میکنی؟ سلام، خوب هستی؟ سلام. دارم به مادرم کمک میکنم. آفرین. دارم پاک میکنم. مرسی. بعدا خودم میخوام برنج آب بکشم، برنج دم کنم. دوستان مادر منو حمایت کنید، کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، فالو کنید. حمایت یادتون نره. خب دوستای خوبم، پیاز من تقریبا دیگه داشت دیگه سرخ میشد، داشت کاراملی میشد. من نذاشتم کاملا سرخ بشه. ببینید مرغ خودم رو ریختم خام، نمک و زرجوبه زدم. الان دارم به اندازه دلخواه، هر چقدر دوست دارین میتونین نمک و فلفل بزنین بهش. من اینقدر میزنم. خب میذارم یه مقدار مرغم یه مقدار کوچولو تفت بخوره با سوی زیاد، یه ذره رنگش برگرده مرغم. ببینید اینجوری، ببینید مرغامون اینجوری برمیگردونیم. بعد که مرغمون رو برگرد. خب دوستای گلم نگاه کنین، من یه قاشق رو به انار، یه نصف قاشق رو به آلوچه، یه قاشق و نیم رو به گوجه ریختم. اینا یه مقدار آب میریزم، یه مقدار رقیق بشه. وقتی که رقیق شد به خورشتم اضافه میکنم، به مرغم میزنم. حالا بریم ببینید. خب دوستان من ربمو تقریبا حل آوردم، همینقدر کافیه همینجوری، چون باز میشه گرما بخوره. چون من رب انارم خودم درست کردم، خیلی سفته، باید با گرما. ببینید نه همه رو میریزین. شما میتونین اصلا فقط تنها رب انار استفاده کنین، ولی من یه مقدار رب آلوچم خوشمزه ترش میکنه، یه مقدار استفاده کردم. بعد ببینید من اینقدر انار دارم میریزم، دون کردم. حالا اگه شما کمتر دوست دارین میتونین کمتر بریزین، نصف اینو بریزین. انارمون رو میریزیم دوناشو. دوست داشته باشین میتونین تو این مرحله، زیاد ترش دوست ندارین میتونین یه قاشق یا یه چای قاشق یا 2 تا چای قاشق شکر اضافه کنین که حالت ترش و شیرین و ملسی پیدا میکنه. خب من اینو یه مقدار برمیگردونم که پیازای من بد نسوزه. ببینید بعد دیگه درشو میذارم. بعد دیگه یه نصف استکان بهش آب سرد اضافه میکنم. ببینید اندازه آب منو یه نصف لیوان ریختم. ببینید اینه دیگه درشو میذاریم برای خودش آروم آروم جا بیفته. این دیگه رفت تا یه نیم ساعت 40 دقیقه با سوی کم برای خودش آروم بپزه، سرخ بشه. خب دوستای گلم امروز نهار من انار مسما گذاشتم. طرز تهیه رو دارم میذارم توی یوتیوب، کانال یوتیوب هم، چون طولانی بود نتونستم اینجا بذارم، حالا به دلیل نت و اینا نشد. میتونین آموزشش رو اونجا دنبال کنین و ببینین.
ولی یه مقدار براتون توی استوری میذارم. اینم از انار مسما نهار امروز ما که همسر جان خونه است. گفتیم یه غذایی درست کنیم که به دل همسر جان باشه، چون این غذا رو مادر شوهر من درست میکرد و شوهرم خیلی دوست داشت این غذا رو، دوست داره دیگه. منم به یاد اون امروز گفتم یه فاتحه میدیم و این غذا رو هم درست میکنیم. خدا همه رفتگان شما هم بیامرز، از هر جای دنیا که هستین دارین من نگاه میکنین، پیج من نگاه میکنین و پدر مادرایی که هستن سایه‌شون مستدام باشه بالا سر بچه هاشون، خانواده هاشون و همیشه شاد و پیروز باشن. مرسی که منو دنبال میکنین و فالو و کامنت میذارین برای من. منو امیدوار میکنین به اینکه بیشتر براتون تولید محتوا درست کنم و خوشحالم میکنین. ممنونم که منو حمایتم میکنین. مرسی دوستان.